است که انشالله دور از دسترس خواهد بود. اما به هر حال شما یکی از این سه گزینه رو میتونید انتخاب بکنین. تا دقیقه 70 میتونین به هر حال در بخش مسابقه ما شرکت بکنین. همونطور که دوستان مشاهده می‌فرمایید به صورت زیرنویس هم شما از کم و کیف مسابقه آگاه میشین. شرایط ورود بازیکنان دو تیم به زمین رو به هر حال مشاهده می‌فرمایید. تا دقایق دیگر مراسم معارفه و به هر حال شروع بازی رو برگزار خواهند کرد و انشالله همطور که آقای منصوریان گفتن یک بازی بسیار جذاب و دیدنی رو به اتفاق تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما این بازی که تمام میشه دقایقی بعدترش به هر حال تیم ذوب‌آهن یک بازی بسیار سخت و دشوار رو در برابر الاتحاد عربستان برگزار خواهد کرد که انشالله اون بازی رو هم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. آقای منصوریان عزیز، با توجه به اینکه به هر حال در این گروه القرافه‌ای وجود داره که همیشه از تیم‌های مطرح قطر هست و خب در فصل پیش بازی‌ها دو تا بازی رفت و برگشت مقابل پرسپولیس بازی کرد. الاهلی که تو خونه‌اش حرفی برای گفتن نداشت، استقلالی‌ها خوب بردنش اونجا. تیم الجزیره هم در بازی اول تو خونه‌اش به القرافه باخته. اگرچه شاید یه مقدار پیش داوری زود باشه، اما آیا شما شانس صعود از این گروه رو سوای استقلال به القرافه میدین یا یکی از تیم‌های دیگر؟ خدمت عرض کنم که بازی امروز استقلال و الجزیره خیلی مهمه و اگر استقلال امروز برنده بازی باشه به واقع ما میتونیم بگیم 50% راه رو استقلال رفته و بازی بعدی که بخواد انجام بده با اطمینان خاطر بهتری با القرافه میتونه بازی انجام بده و من فکر میکنم همونجوری که حضرت عالی فرمودین ما باید ابتدا به ساکن اگر قرار پیش داوری بکنیم شانس اول رو به استقلال و القرافه بدیم. به واقع القرافه و استقلال از الاهلی و الجزیره بهتر فوتبال بازی میکنه، اما سال گذشته هم همین پیش بینی میشد ولی الجزیره اومد در تهران، استقلال کارشو به سختی تونست جلو ببره و یک بازی رو تمام کرد. حتی در روز آخرم اگر میتونست استقلال رو ببره و اتفاق جالبی در اون بازی دیگه میافتاد شانس صعود هم داشت. من فکر میکنم که استقلال من ترکیبو که نگاه میکردم از چهره بازیکن از مانیتور بکنم 4-2-3-1 چید آقای مرفاوی، چون حضور حسین کاظمی و کیانوش رحمتی نشون از اینه که با دو تا هافک دفاعی بازی میکنه. قطعا برنامه‌ریزی خاصی رو آقای مرفاوی و کادر فنی برای این بازی کردن. من فکر میکنم که اگر استقلال نیمه اول رو میخواد یه جوری مدارا کنه، حریف ارزیابی بکنه، چون سال گذشته این تیم دست نخورده و یه بازیکن جابجا شده نسبت بهش، من فکر میکنم در نیمه دوم شاید آقای مرفاوی لازم باشه که سیستم کارش رو به 4-3-3 تغییر بده از 4-2-3-1. بله آقای منصوریان، اشاره کردین به اینکه بازی با الاهلی به هر حال اونقدر شاید بزرگ جلوه داده شد که در بازی مقابل استیلازین استقلالی‌ها اون تراوت در گلزنی رو داشتن، اما به نظرتون اونها در باد و حاشیه اون پیروزی بودن یا خب بنا به نظر آقای مرفاوی و خیلی از کارشناسا قدری خسته و به هر حال بیرمق بودن؟ من اعتقاد دارم که یک تیم استقلال با این نفرات و این نفرات خوبی که داره نمیتونیم بهونه خستگی داشته باشیم. ما باید قبول بکنیم که برد الاهلی به اندازه‌ای که شما همونجوری که حضرت عالی فرمودید خیلی بزرگ جلوه داده شد و شاید در بعضی از جاها به عنوان یه حماسه ملی و حتی در مقابل با انتقام با باخت ایران به عربستان در تهران قیاس شد. من فکر کنم انقدر لازم نبود که بچه‌های استقلال به اون خوابی فرو برن در اون لذت و اون علاقه‌ای که نسبت به این برد نشون دادن از خودشون و چون دوبارم استیلازین رو برده بودن من استنباط خودم بر این بود بازی سختی رو انجام خواهند داد، چون استیلازین یکی از بهترین راستای کشورمون از بوندسلیگا برگردون به تیم خودش مهدی مدویکیا و من فکر می‌کنم که خستگی ادله خاصی نبود. آقای مرفاوی دستش باز رو کرد، میتونه 3 بازیکن دیگر رو اضافه کنه، 3 بازیکن هم داخل زمین تعویض داشت. خیلی متشکرم. اگر ارتباط ما با ورزشگاه آزادی برقرار هست، دوست و همکار بسیار خوبمون پیمان یوسفی آماده است تا این بازی رو برای شما عزیزان گزارش کنه.